سلام، میخوام براتون در مورد مراحل مهاجرت کادر درمان و به خصوص پزشکان به دبی بگم. آیا مدرک تخصص رو قبول میکنن؟ بله. به چه مدارکی نیاز دارید؟ مدارک تحصیلیتون، مدارک شغلیتون، پروانه مطب، گود استندینگ از نظام پزشکی و یک سرجیکال لاگ بوک از کلیه جراحی ها و اقداماتی که طی 2 سال اخیر انجام دادیم برای رشته های جراحی. چقدر زمان میبره؟ جدایی از زمانی که برای آزاد کردن مدارک و ترجمه ها میبره که ممکنه چند ماهی بشه، از لحظه شروع دیتا فلو، دادن آزمون و درخواست رجیستریشن ممکنه بین 2 تا 6 ماه طول بکشه. چقدر هزینه باید بکنین؟ هول و هوش 3000 درهم یا تقریبا $1000 بسته به رشته و سطح تحصیلیتون هستش. چه سطح از زبان نیاز دارین؟ این نیاز به مدرک زبان ندارن، ولی باید در حدی مسلط به زبان باشین که از پس مصاحبه ها و ارتباط با مریض و حالا سیستم بتونین به صورت راحت بر بیاین. کاریابیش به چه صورت هست؟ کاریابی رو میتونین از طریق مراجعه مستقیم، صحبت کردن با بیمارستان ها و کلینیک ها، از طریق سایت های خود بیمارستان ها و کلینیک ها، سایت های کاریابی و یا از طریق شرکت های کاریابی انجام بدین. آیا به ایرانی ها ویزا میدن؟ درسته که ویزا دادن به ایرانی ها سخت هست، ولی در مورد پزشکان نه، به راحتی پس از اینکه کارفرما پیدا میکنین براتون درخواست ویزا و اقامت میدن و هیچ مشکلی برای پزشکا وجود نداره. نیازی به ثبت شرکت و یا کار اضافه تری وجود نداره. میزان درآمد پزشکا چقدر هست؟ بسته به اینکه حالا توی کلینیک کار بکنین یا توی بیمارستان، رشته های جراحی یا غیر جراحی باشه ممکنه متفاوت باشه، ولی به طور کلی برای پزشکان عمومی، داروسازان و دندان پزشکان حدود 10 تا 12 درهم، برای پزشکان متخصص 25 تا 30 هزار درهم شروعش هست. وقتی سابقه کار توی امارات پیدا بکنین این درآمد افزایش پیدا میکنه، به خصوص اگر کار اضافه تری داشته باشین یا حالا تعداد مریضایی که دارین اضافه تر بشن، به خصوص جاهایی که علاوه بر حقوق ثابت 1% از درآمد رو هم براتون تعریف میکنن. آیا این درآمد برای گذران زندگی توی دبی کافی هست؟ بله، برای یه زندگی راحت و معمولی، کرایه کردن خونه، خرید ماشین، مخارج روزمره کاملا کافی هست. اما برای زندگی لاکچری نه. بیشترین مخارجی که توی دبی داری مخارج خونه، کرایه خونه و هزینه مدرسه بچه ها هستش. اگر سوال دیگه ای دارین ازم بپرسین تا براتون توضیح بدم.